اعتقادی به پایان خوش ندارم. داستان‌های آسیا قسمت دوم. من نمیدونه ینگ موندن از کجا پیدا کرد. تو میدونی؟ بچه قسمت قبل چیزی خانمانه ماسکه جوان کرد گفت بری میشه سر جد بشه. من اون لحظه خودم خیس کردم اصلا مولا نگفتم اجازه بگم برم دشویی اصلا خواهد درد ایول داشت محمد زدی دهنش ماسه خیاری کردی با ماسه خیار مامان بزرگم. دمت گرم خیلی شیطنت رو ماسه خیار مامان بزرگ خیلی خوشمزه. نباید بزنی تو صورت این اون. مامان بزرگ من نه پس همه مامان بزرگم. الان عصبی؟ نه هستشم ولی تو قشنگ مشخص عصبانی اصلا دهن جای خودی سکر بگو اصلا نشابامه. بیا بیده من ماما دیگه گمده و من طالب دارد. من مثل عدب بودم من کالایی ندم. به دلیل اینه ابو کردی هیچی دادم جیغ نزد. من این کبوت 8 پوه عوضی من اومدم شیر پرچر بدم. ببین ما چند سالی که چیزه نه گوش کن چیزه پاش شیر پرچر. ببین من بخوام گازت بگیرم تو برو بالا باشه هیچ چیز نمیشه. من یه گازه احمق تا از اون دیوار رفتی بالا نتونستی از این دیوار هم نمیتون دیگه. آخ کلم درد اومدم از این ولی خوبش کن. شیره کانتی همو میبرم شیرم و شیر دونه میکشم. شیره تو نمیدونی تو چه خبره؟ یه چیزه ببین ناز محمدی این موزی نمیدونه کجایی اصلا خواهی ازش نیست و یه زنگ به اون نزد. من باز مادم ایسکاتو بگم در من ایتیم نشده من فو دادم میدیدی تو کلک